این نصب نرم افزار بعدی که فوق العاده نرم افزار مهمی هست. آخرین ورژن رو حتما دانلود بکنید. دوباره روش کلیک بکنید. هم برای ویندوز داره، برای لینوکس داره، برای مک هم داره. بعد اینجا اکسپت رو میزنم، نکست رو میزنم، نکست رو میزنم، بازم نکست میزنم و این تیک هایی که اینجا دارید میبینید رو همه رو میزنم. حتی میتونم این تیک اولم بزنم که روی دسکتاپ آیکونش رو برام بسازه. بذار من اینجا رو لارج کنم که دیده بشه و بعدم نکست رو میزنم، بازم اینستال رو میزنم. خب بعد از اینکه نصب شد باید یه مقداری کانفیگش بکنیم تا به بهترین شکل ممکن بتونیم کد نویسی بکنیم. این تیک رو میزنم که میگم VS کد رو برای من اجرا کن. به محض اینکه فینیش رو بزنم VS کد رو برای من اجرا میکنه. خب بالاخره تصمیم گرفت که باز بشه. میخواد یه سایتی رو برای من باز کنه که من میگم بی خیال باز نکن و یه مقداری هم اینطوری میکنیم که قشنگ دیده بشه. خب اولین کاری که باید انجام بدم اینه که رو این آیکونی که اینجا دارید میبینید کلیک بکنم. یک سری افزونه برای من میاره که این افزونه هایی که برای من میاره من فقط پایتون رو نیاز دارم، افزونه‌ای به اسم کدرانر نیاز دارم و بقیه چیزا رو نیاز ندارم. ولی خب برای قشنگی میگم که شما این کار رو انجام بدید، یعنی نصبش بکنید که یه مقداری از برنامه‌نویسی لذت ببرید. خب ببینیم که این قسمت رو برای ما کی میاره. خب آوردش. اینم من یکم میکشم اینور که آیکوناش رو شما ببینید. اولین برنامه‌ای که میبینید، اولین افزونه‌ای که میبینید با 27 میلیون دانلود بیشترین دانلود رو داره، یعنی معروف ترین و بهترین افزونه‌ای هستش که VS کد داره، به خاطر اینکه 27 میلیون بار دانلود شده. بقیه اینا رو نگاه کنید کجان، یعنی این 15 میلیون، این 15 میلیون، سی پلاس پلاس 15 میلیون، بعد اینا دیگه بقیه رفتن رو 10 میلیون. پس معروف ترینش پایتونه. خب این اینستال رو میزنم، صبر میکنم نصب بشه. افزونه بعدی VS کد آیکون هست برای قشنگی. اینم 10 میلیون بار نصب شده. اینم اینستال میزنم. یه افزونه دیگه هم هست، نگاه کنید، وان دارک پرو، یه تمه که اون چی بود ابزاری که دیدید گفتم این اتمه، این اگر اینو نصب بکنید میتونید تم اتم رو روی VS کد داشته باشید. حالا دیگه سلیقه‌ای هستش. چیز دیگه که من نصب میکنم کدرانر اینها، 4 میلیون هم این نصب شده و این رو هم روش اینستال میزنم. این سه تا افزونه های خیلی مهمی هستن که حتما باید نصب بشن. به محض اینکه نصب بشه یه دونه ریلود اینجا میاد. بذار من ببینم که بقیه این هنوز رو اینستاله، اینم ریلود شد. اینم نصب بشه من ریلود میکنم که این افزونه ها از اول برای من آهانا کنید. الان ریلود اومد. حالا اینو میزنم، تمام این افزونه ها برای من نصب شدن. در اصل میگه اینیبل سه تا افزونه رو داره بهم نشون میده. میگه اینجا نگاه کنید، دقت بکنید، میگه thanks for installing VS Code icon. بعدم میگه اکتیویتش کن که میگم آره اکتیویت کن. یکم بریم جلو بهتون نشون میدم که این چیزی که الان اکتیو کردید مربوط به کدوم قسمت بود. خب حالا باید بریم سراغ تنظیمات. اولین کاری که باید انجام بدیم، البته بذارید من قبل اینکه بریم سراغ تنظیمات یه فایل پایتونی بسازم. اینو دیگه بهش نیاز نداریم، میبندیم. میام تو قسمت فایل، نیو فایل، یه فایل پایتونی میسازم. الان اینجا اگر به محض اینکه کنترل اس رو بزنم میگه این فایل کجا سیو بکنم، میگم تو دسکتاپ. اینجا میخوام بهش یه اسم بدم، میگم که app.py. پسوند py مربوط میشه به پایتون. هر نقطه دات py که بذارید بعد از اون اسم، اون فایل یه فایل پایتونی میشه. حالا اگر اینو سیو بکنم نگاه کنید قیافش تبدیل شد به یک فایل پایتونی. ببینید به محض اینکه این کار انجام بدید یه همچین چیزی براتون میاد که میگه که linter pylint is not install، که بهتون آپشن میده، میگه یا اینستالش کن، یا پایلینت رو دیزیبل کن، یا لینت کردن رو دیزیبل کن، یا کلا اینو دیگه به هم نمایش نده. من تو کل دوره این رو کلا دیزیبل کردم، مثلا کلا نصبش نکردم که بخوام دیزیبلش بکنم. ولی شما میتونید این رو اینستال بکنید. چیکار میکنه؟ مثلا اگه بنویسید پرینت هلو و اگر مثلا پرانتز پرینت رو نذارید زیرش خط قرمز میکشه و میگه آقا پرانتز پرینت رو نذاشتی، بهتون ارورها رو نمایش میده. به نظر من اگه برای شروع کار، یعنی میخواین شروع بکنید به برنامه‌نویسی، این فعلا میتونه مفید باشه براتون. بعدن که یکم حرفه‌ای تر شدین دیگه یه مقداری رو مخ میره
و مجبورید که دیزیبلش بکنید. پس شما برای شروع سعی بکنید این رو اینستال بکنید. من فعلا میگم که این رو دیگه به من نمایش نده. یه دستور ساده می‌نویسم. فقط قبل اینکه دستور ساده بنویسم بهتون بگم که توی قسمت ستینگ اگه برید، توی قسمت یعنی رو این کلیک بکنید و ستینگ رو بزنید و بیاین این قسمت 14 رو بکنید 50 فونت شما بزرگ میشه و نگاه بکنید اینجا فونت یکم بزرگ شده. من میگم پرینت و داخل پرانتز میگم مثلا nabaghaha.com به این شکل. حالا برای اجرا کردن این یا میتونم از افزونه‌ای که اینجا نصبش کردم که کد رانر هست استفاده بکنم که اگه خواستم از اون استفاده بکنم باید این دکمه رو بزنم، دکمه ران کد رو باید بزنم، یا از کنترل آلت ان استفاده میکنم یا این دکمه رو میزنم. اگر اینو بزنم نگاه کنید برای من این رو اجرا میکنه و nabaghaha.com رو چاپ میکنه. یا میتونید اصلا کلا اینو نصبش نکنید، کد رانر رو نصب نکنید، بیاین این قسمت کدتون رو نوشتین اوکی، بیاین کلیک راست بکنید ران پایتون فایل این ترمینال رو بزنید. اینو که بزنید بازم یه صفحه باز میشه ولی این سری توی ترمینال. حالا نگاه کنید چقدر طول میکشه این بیاد بعد اجرا بشه و بعد اینجا نگاه کنید چاپش کرد. خوبی آوتپوت اینه که هم بزرگتره، هم الان یه مقداری تغییرات ایجاد میکنیم داخلش که یعنی روی این افزونه کد رانر تغییراتی میدیم که این قشنگتر هم چاپ بشه. ولی ترمینال بعدیش اینه که خب این یه مقدار ریزه و این چیزهایی که دارید میبینید غیر قابل حذف کردن هست. از طرفی یه بدی هم این آوتپوت داره، اونم اینه که من اینجا نمیتونم چیزی تایپ بکنم. بخوام چیزی تایپ بکنم میگه cannot edit in read only editor و در نتیجه اگه شما یه روزی برنامه‌ای بنویسید که نیاز باشه از کاربر عدد بگیره، توی این قسمت توی کد رانر نمیتونید عدد بگیرید. و ما جلوتر که بریم توی کدنویسی ها میبینید که به جای این اون برنامه‌هایی که داریم می‌نویسیم و قرار از کاربر عددی بگیریم، به جای اینکه این رو از این استفاده بکنیم میایم کلیک راست می‌کنیم و ران پایتون فایل این ترمینال رو میزنیم، استثناً برای اون برنامه‌ها. و تو کل دوره از این آوتپوت یا کد رانر استفاده می‌کنیم، از ترمینال استفاده نمی‌کنیم، خیلی کم استفاده می‌کنیم. پس الان دیدید که من به چه شکل میتونم کدم رو اجرا بکنم، یا از کد رانر یا از ترمینال استفاده می‌کنم. اما بریم یکم برای کانفیگ کردن VS کدی که الان دارید میبینید. من میرم توی قسمت ستینگ، تمام کانفیگ هایی که نیاز دارم تو قسمت ستینگش هست. اولین ستینگی که انجام دادم همین فونت سایز بود که دیدید که گذاشتم رو 50 و به این بزرگی شد. حالا اگر 50 رو دوست نداشتید میتونید بذارید روی 10 بدون اینکه چیزی رو سیو بکنید، کنترل اس بزنید، اینتر بزنید، خودش این سیو میشه. نگاه کنید چقدر ریز شد. 10 دوست نداشتید میتونید بذارید روی همون 60 یا 50. میبینید که خیلی بزرگ شد. اما این حالت خوبی نیست. من دلم میخواد با قرقره موس اسکرول کنم، کنترل نگه دارم، اسکرول کنم و این فونت بزرگ و کوچیک بشه. برای این کار باید چیکار بکنم؟ از تو همین قسمت میام یه گزینه‌ای به اسم ماوس ویل رو پیدا میکنم. یه مقداری باید دنبالش بگردیم. این قسمت هستش. من خیلی اومدم پایین، شما هم خیلی بیاین پایین. یه قسمتی داره به اسم ماوس ویل زوم. میگه اگه این تیکو بزنی میتونی با کنترل این رو زیاده کم بکنی، یعنی فونتش رو بزرگ و کوچیک بکنی. حالا اگه من اینجا برگردم کنترل رو نگه میدارم، موس رو قرقرش رو تکون میدم، میبینید که من میتونم فونت رو بزرگ و کوچیک بکنم بدون که بیام این قسمت بیام و اون عدد رو به 50 40 30 تغییر بدم. یه قسمت دیگه هم داره که به نظر من اگر فعال بشه بهتر هستش، یعنی قشنگی کار هست، وگرنه که فعال کردن زیاد اهمیتی نداره. اونم اینه اسموت اسکرولینگ، یعنی راحته، یعنی خیلی روون میتونید اسکرول بکنید. بقیه کانفیگ رو باید بریم تو قسمت اکستنشن، بریم تو قسمت ران کد کانفیگوریشن و بقیه کارا رو باید اینجا انجام بدیم. خب اول بذارید که من یک بار این کد رو بدون اینکه اون تغییرات رو اعمال بکنم ببینیم. من به محض اینکه این دکمه رو بزنم، اولین چیزی که دقت بکنید اینه که خب اینجا نگاه کنید جوابهای قبلی هم وجود داره. الان اگه من یک بار دیگه رو کپی بکنم اینجا پیست بکنم و مثلا یه همچین چیزی بنویسم، سیو بکنم و دوباره این رو انجام بدم، علاوه بر اینکه این هست جوابهای قبلی هم اینجا هست. علاوه بر اون یه سری متن ها هم اینجا هست، یه سری تایم ها هم اینجا هست که اینها من نیازی بهش ندارم، فقط
شلوغ کرده و باعث میشه که من دیرتر کد رو ببینم. از طرفی من با این دکمه میتونم این رو کلیر بکنم، صفحه رو پاک بکنم و بعد دوباره بیام کد رو اجرا بکنم. یه بدیهی دیگه که هنوز تنظیمات رو انجام ندادم، یه بدیهی دیگه که قبل از کانفیگ کردن 100% شما هم ممکنه باهاش روبرو بشید اینه که حواستون نباشه کد رو سلکت بکنید و بیاین ران رو بزنید، بهتون ارور میده. نگاه کنید، میگه من نیم رینت is not defined، میگه من این نیمه رو نمیشناسم، در صورتی که همچین چیزی اصلا توی کد ما وجود نداره. ولی کد رانر میگه آقا چون تو این یه تیکه رو رفتی سلکت کردی، من فکر میکنم که تو فقط میخوای این یه تیکه پرینت بشه، اجرا بشه، بنابراین کل این فایل رو پرینت نمیکنه، کل این فایل رو اجرا نمیکنه، همون یه تیکه که سلکت کردی رو اجرا میکنه. خب این قابلیت برای من خیلی بد بود، چون بعضی وقتا حواسم نبود، مثلا یه تیکه رو مثلا یادم رفته این یه تیکه رو سلکت کردم و بعد اومدم اجرا کردم و به مشکل برخوردم. برای همین این قسمت ها رو من غیر فعال کردم و یه کاری کردم که زمانی که من این رو اجرا میکنم خودش صفحه رو پاک بکنه، یعنی کل این چیزی که دارید اینجا میبینید پاک بشه، تمیز بشه و نتیجه جدید رو بهم نمایش بده. در نتیجه اگه شما نیاز دارید مثلا نتیجه قبلی رو ببینید با این نتیجه جدید مقایسه بکنید، میتونید این تیک رو نزنید. من اگه این تیک رو بزنم اول صفحه رو پاک میکنه، بعد نتیجه جدید رو نمایش میده. الان اینو میزنم، میام این قسمت، نگاه کنید اینجا چقدر شلوغ پلوغه. حالا اگر اینو اجرا بکنم همه قبلی ها پاک شده و فقط این جدیده برای من اجرا شده. برای اینکه بهتون ثابت بکنم این رو پاک میکنم، سیو میکنم، اجرا میکنم، نگاه کنید دوباره اون قبلیه نیست، قبلیه رو پاک میکنه، جدیده رو جایگزین میکنه. برای من تو کل دوره از این استفاده شده و برای من خیلی قابلیت خوبی بود. چیز دیگه ای که بعد دنبالش بگردیم ایگنور سلکشن هست. اینهاش این خیلی خوبه، تیک رو حتما بزنید. شما هم ممکنه حواستون نباشه یه تیکه رو سلکت میکنید، میرین کد رو اجرا بکنید، میبینید بهتون ایراد میگیره، ارور میگیره و فقط میخواد این یه تیکه رو اجرا بکنه. در صورتی که من الان اون تیک رو زدم، گفتم اگه من اینجا کدی رو سلکت کرده بودم کاری بهش نداشته باش، تو کل فایل رو اجرا کن. حالا نگاه کنید من اینو سلکت میکنم تا اینجا، پی رو سلکت نمیکنم، سری قبلی این ارور داد. حالا اگر اجرا بکنم هیچ اروری بهم نمیده. در نتیجه اگه هر جا رو سلکت بکنم کل فایل رو اجرا میکنه. این میتونه برای شما قابلیت خوبی باشه، میتونه قابلیت بدی باشه. اگه بد بود میتونید بیاین اینجا و این تیک رو بردارید. من تو دوره‌ای که دارید میبینید این تیک رو زدم. بعد دیگه چی؟ میتونید اینجا ران این ترمینال رو بزنید، بگید به جای اینکه توی کد رانر و توی آتپوت کد رو اجرا بکنه بره توی ترمینال اجرا بکنه، که من این زیاد مورد پسندم نبود و نزدم. قابلیت خوبی بعد این دوتا هستن که من حتما این دوتا تیک رو میزنم. بعضی وقتا من یه کد رو اومدم اجرا بکنم ولی یادم رفته سیو بکنم و قبل اینکه سیو بکنم رفتم این رو زدم، چون کد رو سیو نکردم همون دستورات قبلی اجرا شدن. بنابراین اگه من این دوتا تیک رو بزنم میاد اول فایل رو سیو میکنه، البته این دوتا تیک فایل رو سیو میکنه و حتی اگه من سیو هم نکنم چون رو دکمه اجرا رو دکمه ران زدم کد رو خواستم اجرا بکنم، اول خودش سیو میکنه و بعد برای من کد رو اجرا میکنه. این تیک دومم، البته تیک اول میگه هر چی فایل باز بود همه رو سیو کن و بعد اجرا کن. این تیک هم میگه اون فایلی که فقط دارم توش کد نویسی میکنم رو سیو بکن و بعد اجرا بکن. من هر دوتا اینا رو زدم که اگه یه وقتی چیزی رو اجرا کردم همه فایلام سیو بشه، خودکار همش سیو بشه. و یه چیز دیگه ای که خیلی خیلی به در من میخوره اینه که اینهاشش show execution message. این تیک رو من برداشتم. حالا اگر بیام اینجا نگاه کنید میبینید چقدر اینجا اطلاعات اضافی بهم داره نمایش میده. حالا اگر اجرا بکنم دیگه هیچ اطلاعاتی رو به من نمایش نمیده و این برای من خیلی عالیه. من اون اطلاعات اضافی رو نیاز نداشتم. حالا چیکار میکنم؟ هر چی اینجا بنویسم نگاه کنید دوباره اجرا میکنم، برای من دوبار اون رو چاپ میکنه بدون اینکه اطلاعات اضافی رو به من نمایش بده. چیزی که الان دیدید کانفیگ کلی بود که من توی کل دوره از این کانفیگ دارم استفاده میکنم. آخرین کانفیگی هم که باید بهتون بگم ساختن کیبورد اختصاصی هست برای اجرا کردن این کدها. الان اگه اینجا دقت بکنید روی این دکمه وایسین نوشته کنترل آلت ان رو بزن تا این کد اجرا بشه، یا اینکه میتونید این دکمه رو با موس کلیک بکنید تا این کد اجرا بشه. ولی خب من
زدن کنترل آلت ان برام سخته، بنابراین اومدم تو دوره این رو عوض کردم، تبدیلش کردم به شیفت ایکس. شما میتونید هر چیزی که دلتون میخواد اونو بذارید. من شیفت ایکس گذاشتم، شما هر چیزی که دوست دارید بذارید. تو قسمت کیبورد شورتکات میام، از توی سرچ تایپ میکنم رانر و اینها، کنترل آلت ان، روش کلیک میکنم و یه دونه مداد این بغل میاد. مداد رو کلیک میکنم، میگه که چه دکمه ای رو میخوای جایگزین بکنی. نیاز نیست من بنویسم شیفت ایکس، شیفت رو نگه میدارم، ایکس رو میزنم. حالا فقط کافی بیرون اینجا کلیک بکنم. نگاه کنید شد. ببخشید، یک بار دیگه این رو کلیک میکنم، شیفت رو نگه میدارم، ایکس رو میزنم، اینتر رو میزنم. خودش گفته اینتر رو بزن، من حواسم نبود. شیفت ایکس رو که زدم، یعنی دکمه شیفت رو زدم، بعدم ایکس رو زدم، حالا اینتر میزنم، این دکمه الان ذخیره شد. اگر روی این مثلث بیاین میبینید که به جای اینکه این سری بنویسه کنترل آلت ان نوشته شیفت ایکس. حالا اگر برگردم به این قسمت، فقط کافیه بزنم شیفت ایکس، کد رو برام اجرا میکنه. فقط درباره آیکون VS Code آیکون بگم که این چیزی که الان دارید میبینید اینجا، این آیکون پایتونی که دارید اینجا مشاهده میکنید، این آیکون VS Code آیکون هست که اگر این رو غیر فعال بکنید میبینید که این آیکونه دیگه براتون نمیاد. و میتونید تم رو هم نصب بکنید. حالا اینجا توی این ستینگ اگر بیاین، کالر تم داره، فایل آیکون تم داره. فایل آیکون برای این فایل ها هستش، از این قسمت میتونید اینا رو عوض بکنید. کالر تم برای تم خود VS Code هست. مثلا من میتونم بیام این رو انتخاب بکنم، میبینید عوض شد. میتونم اینو دوست نداشتم بیام تو کالر تم، بیام مثلا رد رو انتخاب کنم، قرمز شد. میتونید حتی برید توی این اکستنشن و میتونید تم ها رو نصب بکنید. مثلا تم های معروفی که هستش رو نصب میکنید و میایین به قسمت ستینگ، کالر تم، اسمش رو پیدا میکنید، روش کلیک میکنید و فعال میشه واسهتون. دیگه بیشتر از این طولانی نمیکنم این ویدیو رو. بریم برای ویدیوی بعدی که نصب CMDR هست.